بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله در موضوع فطر صحبت میکنیم که صدقه فطر این چه حکم دارد و از کیها واجب می شود که ببرارد. اصلا صدقه فطر واجب هست با قول صحابه ها که ثابت می شود که اون بر واجب بودن دلالت میکند. یکی از حدیثایی که ابن عمر رضی الله عنه روایت میکند که میگه که فرض گردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم زکات فطر را بر مردها و زنها. این روایت متفق علیه هست که عبارش همین است که میگه گفت فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر علی الذکر والانثى، یعنی که صدقه فطر اصلا فرض بدنش از یک صحابه نه بلکه از دیگر صحابه که از ابن عباس هم رضی الله عنه روایت میکند که میگه فرض گردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم زکات فطر را برای روزدار من اللغو و الرفث، یعنی که در روزه اگر انسان یکم خطایی کرده باشد، یکم گپایی که ناجور برآمده باشد، اگر یا اینکه مثلا یکم گپای بیهوده گفته باشد، در این حالت چی است؟ برای کفارت همونها است میگه و برای طعام مسکین ها هست. هر کسی که ادا کنه هم را گفت پیش از نمازی مثلا عید نخوانده که در کرد هم را دریافت کرد، اگر دادش الحمدلله گفت مثلا صدقه فطرش ادا میشه. اگر که دریافت نکرد اون صدقه برای فقیرها یکی از صدقه ها میشه، یعنی که به هر حال باید اون صدقه فطر را ادا کند. اکنون نظر میکنیم که صدقه فطر به کی واجب میشد که باید اون ادا کند. این هم نیز برای کی واجب هست صدقه؟ در حدیثی صحیح ثابت شده هست که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میگه که لا صدقه الا عن ظهر غنا، صدقه نیست مگر چی انسانی بای دهنه که کرده. انسانی بای گفته کی را میگن؟ همون نفری که به اون گرفتن زکات جایز نیست است، یعنی که چی از طلا و نقره و چی از مال و پول همون اگر جمع کنی مثلا به حساب این وقته بگیریم به 3000 دلار نزدیک می شود، اون دیگر جایز نیست به اون. اما اگر از نصاب نقره بگیریم، اگر چی نقره که طلایی که داره که پول و مالی که دارد اون چی هست بگیم که جمعش میکنن به قیمت اگر طلا حسابش کنن، یعنی که 85 گرم اگر نقره طلا اگر که قیمتش برسد آنها در واجب میشد که صدقه فطر بدهند. این نزد مذهب ما. اما شافعی رحمه الله میگه که اگر طعامی یک روزه داشته باشد اگر به اون واجب میشه که صدقه فطر چکند باید ادا کند. خلاصه که ما فهمیدیم که صدقه فطر یکی از واجب های بود است که برای خطاگی ها را بگیم که در روزه ما باشد هم نابود میسازد و دیگر که هست چی بگیم که کفارت یگام خطاگی های اصلاح روزه ما میشود و هم واجب ادا میکنیم، هم سنت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم بسیار چندین فضیلت ها دارد. همون نفر صدقه فطر از جانب کیها باید بدهد؟ چقدر که در حدیث نیز ذکر شده هست، دارالقطنی و دیگرهاش روایت میکنند که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفتند که ادا کنید از تمام آدم آزاد داشته باشید، یا غلام باشد یا که خرد باشه یا که کلام باشه، نصف صاع هست از گندم. نصف صاع انشاءالله درباره مقدار این گپ میزنیم ان شاء الله. یک صاع از چی؟ از جو. یک صاع از خرما. این برای همه نفرها، چی کلانسال باشد، چی خردسال باشد، چی غلام باشد، چی آزاد باشد، اون باید صدقه فطرش را ادا کند، انسانی که بالای اونها مسئول هست. چگونه؟ یعنی که اون نفر از جانب دیگر نفرها را میداد است، میبرارد اون نفر صدقه فطرش را از فرزند خردسالش، از مال فرزندش اگر مال داشته باشد، اما مال نداشته باشد از مال خودش میدهد. یعنی که واجب می شود صدقه فطر که مثلا انسانی که ای همسرش باید بدهد یا که از فرزندهای کلان داشته باشد از همونها دادنش واجب می شود یا نه؟ چخیلی که این معلوم است که واجب نیست بر بالای مرد که صدقه فطری همسرش را بدهد، باید همسرش خودش بدهد مثلا اگر که داشته باشد. اما امروزه که ما میدهیم الحمدلله ادا می شود. یک نفر از جانب یک نفر اگر بدهد اون جایز می شود، صدقه فطری اون قبول می شود الحمدلله، اما واجب نیست در بالاش، یا که از فرزندهای کلانسال داشته باشد اگر. اما یک نفر دیگه که برآورد از جانب فرزندهای کلان شما باشد اگر، اون چی صدقه فطری اون درست می شود. صدقه فطر کدام وقت واجب می شود که باید اون ادا کند؟ یکی وقتی مثلا که
ادا کردنش جایز میشه که از واجب میشه وقتی اون وقت و ساعت که اومد دیگر اون پس پیش کردنش درست نیست. از چخیل صدقه فطر واجب میشود وقتی که همون روزی که نماز عید باید شود صبح که دمید همون روز که بامداد وقتی که میداره وقتی بامداد آن وقت واجب هست که باید پیش ای نماز عید باید انسان درک کنه و باید بدهد همون را. اگر درک نکرد تأخیر کرد قصداً گناهکار میشود. این چون یک انسان مثلا اگر که پیش از همون روزی بگیم عید وفات کرد اون دا واجب نمیشه از تنی همون از طرف همون مرده این ادا کند. یا یک انسان تولد شد همون روز مثلا که بعدی صبح دمیدن به همون خاطر بعضی نفرها میپرسند که مثلا همسرش حامله دار باشد اگر از جانب همون دادن واجب هست یا که ضرور هست اون تا مادامی که تولد شدگی نباشه واجب نیست. اما اگر بدهد هیچ باکی نداره یک صدقه است الحمدلله قبول هست و الله پاک اجر پاداش میدهد. برای خوبی که صدقه فطر برآوردن کدام ساعت کدام وقت است؟ میگه خوبی و مستحبیش برای همین صدقه فطر برآوردن روز همون روز عید فطر اگر ببرد پیش نماز رفتنش مثلا اینکه بامداد میخواند مثلا یک همسایه‌اش دم مثلا که قیمت همون چیز است یا که مثلا اینکه گندم است یا خوراک است مثلا در مقابل هم میدهد این بهتر میشود. اما اگر پیش ای روزی همون عید بدهد مثلا که همین رمضان که در آمد با درآمد رمضان میتوند که دیگه چیکند اون صدقه فطرش ادا کند اگر جایز میشه چیزی که در مذهب ما احناف ذکر شده است. انا که اگر ببرارد انسانی که صدقه فطرش را نبرآورده فراموش کرد روز عید هم گذشت رفت اون باید ادا کند که بعدی گذشتنش هم باشد. صدقه فطر به کیها داده میشد و به کیها دادنش درست نیست. اصلا صدقه فطر را به انسانهای فقیر و مسکین که مالک نصاب نیستن از کدام مالکی نباشد اونها مثلا که اونها در زکات گرفتن جایز است. یک انسان ها هستن که پولشون به زکات اصلا رسیدگی نیست از کدام پولی که نباشد از کدام پول درباره زکات ها گپ ها زیاد هست. بعضی نفرها میپرسیدن که آیا ما صدقه فطر را میتونیم که مثلا که به اولاد سعید بدهیم یا اینکه زکات رو به اولاد سعید دادن؟ در کدام نفرهایی که صدقه فطر جایز است دادن به همونها هم زکات دادن جایز است. با کدام نفرهایی که جایز نیست زکات دادن صدقه فطر هم دادن جایز نیست است. چخیلی که در اینجا گفتگی است در در المختار صدقه فطر مثل زکات است در مصرفش میگه در ادا کردنش در تمام حال میگه. دیگه که هست شامی در حاشیه‌اش با ذکر کردگی است در مصرف همین بگیم میگه که این درست نیست است دادن زکات برای انسان‌های بایها چقدر که در قرآن کم بغل ها ذکر کرده است یا که انسان‌هایی که در همونجا کار میکنن اگر در همون زکات جمع کنند کار میکنن اونها را میشه که حقشون ادا کنن وگرنه درست نیست است. مثلا که بای ده بدهد یا که هاشمی ده بدهد. هاشمی گفته امروزه ما اولاد سیدش میگن یا که ایشان زادش میگن بعضیا تورش میگن آنها در جایز نیست از زکات دادن مگر فتواهایی که الان برآمدگی هست که مثلا آنها اگر فقیر باشن احتیاجمند باشن در حقیقت احتیاج داشته باشن آنها دادنشان اجازه دادگی هستند. بالاخره مقدار ادا کردن زکات همون صدقه فطر چند باید باشد؟ مقدارش اصلا بگیریم اگر از گندم بگیریم نصف ساع هست. اگر از خرما مویز یا اینکه جو از این چیزها بگیریم اگر در اینجا 1 ساع است. ساع چند است؟ اصلا ساع خیلی که بعضی محقق ها بعضی مثلا اینکه فقها گفتن از جمله محمد عاشق الهی برنی که مثلا اینکه چه کتاب‌های حدیث دارد و کتاب‌های فقه دارد میگوید که نصف ساع با مطالعه کتاب‌هایی که من کردم و کتاب‌هایی که نوشتگی از خودشان و دیدم کتاب‌های اهل علم و پرسیدم به اهل علم میگه در زمانش همین خلاصه آمدم که بر زمان خمان 1 ساع 4 کیلو به حساب میره. زیاد حساب کرده است این مثلا اینکه از 4 کیلو زیاد نمیشه و هم 1 ساع چون که هست 1 ساعش بگیم 4 منجیک میشود یعنی که خمون 4 پنجه میگیم 4 پنجه میکنی هر یک پنجهش 1 من حساب میخواد 4 پنجه میشه 4 منش 1 ساع حساب میخواد. خلاصه اگه به هر حال 4 کیلو میشه 1 ساع. اگر از خرما از مویز از جو از این چیزها دادنی باشن اگر 4 کیلو میدهد. اما از گندم دادنی باشد اگر اون چی میکند
2 کیلو میدهد. الان که نرخ گندم بگیم که نسبت خرما و نسبت دیگر چیزها ارزانتر هستند، هم از گندم حساب میکند. اما فقط در این خیلی اجازه دادگی نیستند. انسان بای قدرتدار باید منفعتی کمبغل ها را نگاه کند، از مویز حسابش کند. مثلا نه اینکه کمبغل هم از بگیم که یک انسانی که شرایطش او قبولندی بد نیست است، اون مثلا اینکه همو قبولیت باید انسانی که خیلی خیلی بای با ثروت هست اون هم باید از گندم حساب کند. نه اون نفر یک طور حساب کند که فایده برای فقرا باشد. 4 کیلو مثلا مویز حساب کند، اگر سر هر خانوادش مثلا اگر که 10 نفر باشند خیلی فایده برای فقیر می شود و یک دستگیری میشه، این صدقه میشه الحمدلله. اما این چیزهایی که از پول بدهد، از درهم یا که از یگام جیگار این چیزها بده چی است؟ این با قیمت حساب میکند. یعنی که قیمت چه حساب کرده و همون چی میکند میدهد. خلاصه اگر اجا فهمیده میشد که صدقه فطر چی فایده دارد، یک نفر شاید که بپرسد که چی فایده دارد صدقه فطر ادا کردن. یکم فایده ما و شما هست که اون نقصانی های روزه و اون خطاگی هایی که در روزه شدگی است، اون بگیم که شاید که یک چیزهای ناقصی هایی که در روزه پیدا شدگی است، الله پاک به سبب همین صدقه فطر الله پاک همونها را چی میگه بگیم که معاف میسازد و پاک میسازد و دیگر برای دستگیری بگیم کمبغل ها می شود. و دیگر که هست زنده کردن احیای سنت که مثلا که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله که این واجب بودنش به طریق سنت ثابت شدگی هست. چقدر که بصیغه های امر اومدگی هست که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله چی میگد؟ ادو گفتگی است، ادا کنید. و حضرت عبدالله بن عمر میگه که فرض گردان نبی صلی الله علیه و آله. حضرت عبدالله بن عباس میگه که چی؟ فرض گردان رسول خدا صلی الله علیه و آله. یعنی که این همش لفظ ها به وجوبیت دلالت میکند. الله پاک همه ما و شما را ادا کردن این بگیم واجبی که بگیم از جانب پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله صحیح و ثابت شده است عمل کردن نصیب روزی بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.